من 14 سال زندگی کردیم همین قدر میزدن تو گپ میکردن عذاب میدادن کی؟ شوهرم همه به خاطر 3 فرزندم اویل خودم طاقت کردم اومدم که فرزندانم به پدر مادر اویلی ویران که کلان نشوند گفته چند فرزند دارید؟ 3 فرزند دارم هستش پسرچه مناسبت شوهر چگونه بود؟ گفتید عذاب میدادن شما؟ ها مناسبتشون دغلانه بود عذاب میدادن میزدن علمشون دیگر به علم گفته بشه امان علمشون میگفتن مناسبت در فرزندان بیم سخت مناسبت میکردن از اول همین خیلی سر شده بود از اول کلینی من 3 روز کلین بودم همون وقت تا من میچاقه و آدم من به سخت گپ میزد خب گپی سخت که اینقدر نیست لیکن حقارت میزد بیهوده هم رشک میکرد من که 3 ماه کلینچک بودم почкаманда тирашай то ҳамчиқа пневматический милтихкади задагӣ будам мана چی شد که شوهرتون تیر خورد کرد؟ چون شوهرتون میگه تصادف شد همین ماه دکبر آخرشانده همونجور پنیماتیکی که تیر انداخته شدگی بود آشخانه من اوقات کشتاسکی بودم این کی؟ 2001 سال 3 ماه کلینچک بودم من اوقات کشتاسکی بودم من به دید کرد تیر انداخته من به دید کرد من گفتم که نزن وای کی یعنی شوهرتون؟ ها دید کرد من به همون پنیماتический милтихкади من گفتم که به نوگاه نزنیدم وای در میکند سخت کنم خانده کده همون زریجت کدن من اوقات کشتاسکی بودم دست من پانوس بود همین تا گرون برفتنم انداختن پای راستم به همین پادنوسم مونده уже почкаме بینم خون برافسوس уже زدم یعنی این تصادف نبود؟ نه من چند بار گویی کدم که به نوگاه نزنیده خانده کده همون تیر زریجت کده من به حالی همون تیر هست؟ حالی هم ایستاده است و تشخیص دکترم که کاغذ نشون دادید؟ ها من رنگین گذشتگی почкам دادی почак постоянно آخری سالا 5 سال اسی گند دادی почки سخت حاضر من уже هوا خنک شدگی با گند почкам سخت در کدوست همون تا 14 سال اسی من همون تیر ایستاده است من چند بار گفتم که همین را با دکتر برویم گیریم پدرم که مادرم با گفتگی من چه کده با هم میگم که почки من تیرگم اهمیت ندادن اما کم گفتن که روی راست رویم به همین یک تیر وایمه نکن üstten почкشنده تیرچه های هم با وایمه که دیمی گفتن خیلی علام کشم که اوای почкам در کساس تو هم چقدر تیرش های نخود تو همین دریجی که فرزند کسب بی اهمیت باشد که من میبینم که دست شما داغ دارد این داغ چی است؟ این خودکشی من خودم میبینم 25 августанда 36 دیمدرال خوده دستامو آلموس که بردگی که مرام گفته فرزندم داغ همین است؟ همش داغ همی بود داغش بلند بود مسکده آنچه پسایمش کردی این در کجا این خیل کرده؟ خوننده دنیا همون بدرمده آلموس که بردم در خونه شوهرتون؟ نه خونه پدر مادرم بعد این که اومده بدید؟ بعد از که من که فویشه گفته برواده قبل کردن من شوهرم من وای کده نتونستم خواهرش پدرش مادرش جدا گپای بیزیب زده همه جا پهن کدگی من اینه уже موکین خلق کدگی حفظ حقوق من که دستگیری که نتونست من چند تا جام رو جهت کردم التماس کردم که همون تلفنش گفته اکسپرتیزه کده تیتون حلال پوگزیگی من برواده تیتون گفتم هیچ کی دستگیری نکرد مجبور شدم پیش پروردگار بر راست حلال پوگزی گفته مجبور خودم میخلق کردم بله و یعنی شما 2 مرتبه دست به خودکشی زده چی میخواهید از مراجعت به سود؟ من میخواهم که همون تلفن گفته اکسپرتیزی اروی قیدی قانون همه عذابای منی که دادگیشه جواب دید اروی قیدی قانون همون تلفنشی که من فایشه گفتاست من میخواهم که از طرف قیدی قانون همش دکزت کشه بودو من حلال و پاکیزه بودگیمه برآورده من همین میخوام تنها دیگر هیچی نمیخوام همین عذابای دادگیشه همش به جواب دید من همین قصه طاقت که اومدم آخر براد فایشه گفته قول کرد من به همین سخت رسید